من همچون یک شهروند تاجیکستان خرسند بودم از اینکه کشور ما یک کشور تنج و آرام و همیشه صلح و آسایشتگی در اینجا حکم فرما بود. این نابسامانی هایی که وقتهای آخر در تاجیکستان به وقوع آمده است، این باعث تاسف است و باعث نگرانی است که این کشور تنج و آرام ما را دشمنان خارجی این صلح و ثبات را خلالدار کردند و میخواهند این کشور را آسایشتگی و آرامی این را از بین برند. تاجیکستان این یک کشور آزاد و آباد و زیبا بود که مردم آن آسایشته و آرامانه زندگی میکردند. جوانان به پیشروی‌های زیاد نایل گشته بودند و کشور ما را هوس تنجی و آسایشتگی صلح و ثبات کشور ما را اکثریت کشورهای همسایه آرزو میکردند و همه این سیاست با شرافت سیاست خردمندانه جناب عالی پیشوای ملت امام علی رحمان می باشد که مردم را دستگیری کرد، برای پیشرفت زندگی مردم جهد و تلاش های زیاد کرد و این کارهایی که این نوبسامانی هایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان به وجود آمده است، این باعث نگرانی است و ما همچون شهروندان تاجیکستان نمیخواهیم که آن بدبختی ها و نوبسامانی هایی که سالهای 92 به وقوع آمده بود و باعث خانه خرابی ها، بدبختی ها، سرسام و سرگردانی مردم آسایشته و مردم بیگناه شده بود، نمیخواهیم دوباره چنین حادثه ها رخ دهد و میخواهیم که کشور ما همیشه صلح و در کشور ما صلح و امانی، تنجی و آرامی حکم فرما باشد و ما مردم آسوده حالانه زندگی کنیم و خطاب میکنیم به این مردم که به گفته های خارجیان گوش نکنید، به گفته های دشمنان ملت و دولتمون فریفته نشده دست به چنین کارهای غیر قانونی نزنید و آرامی و آسایشتگی این کشور عزیزمان را خلالدار نکنید. بگذار تاجیکستان روز تا روز به موفقیت ها و قله های بلند نایل گردد